توی زیارتنامه حضرت مسلم عبارتی هست که تو زیارتنامه حضرت عباس هم هست. میگم ترسناک میکنم ماجرا. چی؟ لعن الله من جهل حقک. لعنت خدا بر هر کسی که توی مسلم رو نشناسه. یعنی وظیفه ماست شناسایی مسلم. مسلم کیه؟ هر کسی نیست. مسلم نائب امام زمان وقت، مسلم پیش فرستاده است. مسلم اومده شرایط بسنجه ببینه جامعه برای ظهور آماده است یا نه. اگر شیعیان کوفه از جان مسلم حمایت میتوانستند بکنند، میتوانستند از جان امام حسین هم محافظت بکنند. شیعیان ابا عبدالله را به مقتل در مقتل دیدند چون مسلم را